حتما اگه حتی یه بارم ماینکرافت بازی کرده باشین به این فکر کردین که چیزایی که توی بازی هستن رو بیارین توی واقعیت. من این سال خیلی ذهنمو درگیر کرده بود، برای همین اولین کاری که کردم رفتم توی سایت‌های خارجی تا ببینم داستان از چه قراره، آیا میشه کاری کرد نمیشه کاری کرد، که با این سرمواجه شدم. آخه نگاه کن، خداوکیلی چی بگه آدم دیگه، نمیشه بابا. بعدم گفتم نمی صرفه دادا. بعد اومدم توی سایت های ایرانی دیدم بابا هیچی نیست، کبیر لوت هست انگار. برای همین فقط 2 راه داشتم، یا اینکه خودم دست به کار بشم یه چیزی بسازم برای خودم، یا اینکه کلا بیخیالش بشم. همونم از سرمون زیادیه، همینم خیلی ها ندارم. ولی خب هیچ کدوم از این تصمیم رو نگرفتم. یه تصمیم دیگه گرفتم. تصمیم گرفتم که بیام تولید کنم، درست کنم و هر کی دوست داره بهش بدم. ولی آقا اسباب بازی میگم، عروسک ها رو میگم. خب آقا هر کسی دوست داره دیگه، اونا هم این لذت رو داشته باشن. همین دیگه، میخواستم بیام همین حرف رو بزنم. خیلی ممنون که نگاه کردین تا اینجا. لایک و فالو هم فراموش نشه. خداحافظ.